دزدی، قتل، زلزله، سونامی، حاکمان دیکتاتور، این همه بدی، پس خدا کجاست؟ حالا جوابایی که به این سوال داده شده. شماره 1 آزادی اراده. اراده‌ای که خداوند به انسان‌ها داده باعث همین شر و رنج میشه. انسان‌ها حق انتخاب خودشون رو زندگی میکنن. شماره 2 رشد و تکامل. وجود شر و رنج میتونه به رشد و تکامل شخصیت انسان کمک کنه. شماره 3 خیر بزرگتر. ممکنه بعضی چیزها رو ما در ظاهر فکر کنیم که شرن، ولی در واقع در خدمت یک خیر بزرگترن که هنوز ما قابلیت درک اونو نداریم. شماره 4 آزمون ایمان. در نگرش‌های مذهبی رنج و شر میتونه به عنوان آزمونی برای ایمان و پایداری انسان‌ها در مسیر الهی تعبیر بشه. شماره 5 تجارب مشترک انسانی. وجود شر میتونه ما رو به هم نزدیکتر کنه و باعث ایجاد همدلی و همکاری در مواجهه با چالش‌ها بشه.